اینجا هتل کابل، جایگاهی که مهمانان عالی، شخصیت‌های ملی، اعضای حکومت و پارلمان دولت اسلامی افغانستان محافل و مراسم رسمی را به مناسبت‌های مختلف برگزار می‌نمایند. در شرایط دشوار امروزی که مشکلات نهایت پدیده برای مردم افغانستان بخصوص همشهریان شهر کابل از ناحیه مواد غذایی از طرف مخالفین دولت اسلامی افغانستان به عمل آمده است. اسلامی افغانستان به اساس نیات نیک و انسانی خویش و راهنمایی‌های خردمندانه رهبر دولت اسلامی افغانستان محترم استاد پروفسور برهان الدین ربانی هدایت دادند تا از هم امکانات زمینه‌ها و طرق مختلف زمینه‌های تولیدی مواد اولیه را به خاطر رفع مشکل و نیازمندی‌های مردم شهر کابل توسط تجار ملی، مؤسسات، شخصیت‌های ملی و وطنپرست در داخل شهر کابل تولید گردد. روی همین منظور محترم الحاج گلاب‌الدین شیرزایی اسبق سرپرست وزارت تجارت دولت اسلامی افغانستان، رئیس عمومی اتاق‌های تجارت و صنایع دولت اسلامی افغانستان، مؤسس و بنیانگذار اولین بانک اسلامی سکتور خصوصی دولت اسلامی افغانستان، معاون شورای مشورتی اقتصادی دولت اسلامی افغانستان این ابتکار عمل را به دست گرفتند و به خاطر رفع این مشکل و پرابلم هایی که برای همشهریان شهر کابل به عمل آمده است و به اساس نیات نیک، خیرخواهانه و انسانی که دارند یک مقدار مواد نفتی مورد ضرورت مردم شهر کابل را توسط یکی از کمپانی‌های خارج عقد قرارداد و اکنون پروسه تولید و فروش آن در شهر کابل آغاز گردیده است. محفل امروزی به مناسبت اولین افتتاح استیشن مواد نفتی که بعد از مدت 4 سال به اثر جنگ‌های ویران کننده و کشتارهای بیرحمانه عناصر ضد دولت اسلامی افغانستان در شهر کابل به عمل آمده، اکنون به ابتکار نیک و اندیشه‌های خردمندانه محترم الحاج گلاب‌الدین شیرزایی، شخصیت ملی و وطنپرستی که در شرایط سخت و دشوار تاریخ به همه مشکلات و پرابلم های مردم شهر کابل پاسخ گفته و خود را وقف کمک و همکاری برای مردم ستم دیده و مردمی که در بند عذاب و مشکلات اقتصادی شهر کابل قرار دارند کوشیده است تا خود را من حیث فرد خدمتگار و کمک کننده در همچون شرایط دشوار تاریخی در پهلوی مردم خویش قرار دهد. روی همین منظور مقدار مواد نفتی توسط یکی از کمپانی‌های خارج عقد قرارداد و اکنون پروسه تولید آن در شهر کابل آغاز و به اساس پیشنهاد و درخواست وزارت تجارت دولت اسلامی افغانستان اکنون پمپ استیشن تیل شهر نو که از مدت 4 سال به این طرف غیر فعال بود توسط شرکت محترم الحاج گلاب‌الدین شیرزایی شخصیت ملی و وطنپرست مردم افغانستان افتتاح می‌گردد. در محفل امروزی شخصیت‌های ملی، تجار، روحانیون وطنپرست، دانشمندان، اعضای حکومت، جنرالان، صاحب منصبان و سایر شخصیت‌های ملی وطنپرست در هتل کابل دعوت گردیدند تا قبل از تأسیس و افتتاح اولین پمپ استیشن شهر کابل
با شخصیت ملی و تنپرست و همکار و صدیق و دلسوز مردم افغانستان محترم الحاج گلاب‌الدین شیرزایی که اکنون به ابتکار خردمندانه از اونا پمپ استیشن تیل شهر نو افتتاح می‌گردند، دعوت صرف تمام چاش را یک جا با اینا کرده و بعد از صرف غذای چاشت به طرف شهر نو، مقر پمپ استیشن شهر نو روانه می‌گردند. استاد بسیار آفرین. الله اکبر. Gracias.